که قرقیزستان همسایه ما یک کمی جرأت و جسارتش بیشتر شده است و در رفتار و گفتارش و در تمام فعالیتاشون نسبت تاجیکستان با جرأت‌تر رفتار کرده ایستادن و سوال شما منطقی است که این چی دلیل دارد؟ من چند دلیل رو میبینم. یکی این که در همین مدتی که بعد اون جنگ اول که واقعا دست تاجیکستان بالا بود توسط شجاعت و جسارت هم مردم ایسفره و هم سربازان تاجیک و در یک حالت غفلت گیری هجوم کردند و خیلی پیشروی داشتند. در این مدت وقتی که قرقیزا به خود آمدن، حکومت قرقیزستان خودش را بازسازی کرد، با مردمش گفتگو کرد، تمام چاره‌ها را دید، ارتشش را قوی کرد، بسپلادی خرید و یا تحفه گرفت نمیدانم. در این مدت رحمان با چی مشغول بود؟ با کمند خودش ادامه همون کارهایی که در همین 10 سال اخیر کرده ایستاده است. دزدی بودجه، تجارت، سرکوب کردن مخالفین، مردم خودش، ارتش به بدخشان. یعنی قرقیزها آمادگیشون رو دیده ایستادن، از لحاظ اقتصادی، نظامی با مردم خودشون معامله خوب کرده ایستادن برای آنکه مشکلشون رو با تاجیکستان حل کنن. امام علی رحمان گویا که در مرز با قرقیزستان هیچ پرابلم نیست، ادامه همون سیاست‌های پیشینش، حتی بدتر از آن در اوج مناقشه با قرقیزها با بدخشان ارتش میکشد. سبب دیگر، قرقیزستان بلا فاصله در همین مناقشه اوکراین و روسیه به طور آشکار پرزیدنت قرقیزستان آمد از روسیه حمایت کرد به طور آشکار، در صورتی که حکومت تاجیکستان تا حال بیانیه نداده است و موقعش رو روشن نکرده است. چرا؟ برای آنکه در اکنون حکومت قرقیزستان در مناقشه مرزی با تاجیکستان تکیه بر روسیه میتواند کند. اگر روسیه هم در این مناقشه به یک شکل طرف کسی را گرفتن بخواهد، امیدوارم که نمیگیرد، به طرف باقی میماند. اگر گرفتن مطمئن باشد که طرف تاجیکستان نخواهد بود. برای چی؟ برای آنکه جعفرov در این مسئله به طور آشکار از موقع روسیه پشتیبانی کرد. چرا این کار پرزیدنت قرقیزستان کرد و از تاجیکستان؟ برای که جعفرov حالا فرصت نیافته است که میلیاردهای خودش را در بانک‌های امریکا و اروپا پنهان کند. امام علی رحمان میلیاردها دارد در بانک‌های اروپا، در بانک‌های امریکا و بر خلاف جعفرov. اگرچه از لحاظ ایده، عقیده، فکر و وابستگی با پوتین و با روسیه رحمانوف نزدیکتر هست، یعنی جعفرov رو روسیه سر قدرت نآورده است، اما امام علی رحمان رو روسیه و پالکون کوچکوف سر قدرت آورد. اما چرا احتیاط کرد؟ برای آنکه در اروپا پول دارد، در امریکا پول دارد. به همین خاطر با روسیه گفت که من به طور آشکار موقع نمیگیرم چون که پولهایم رو از دست میدم، اما وعده میدم که تا 3000 سرباز فرستاده خواهد شد و حالا شاید این کارم کرده باشد، معلوماتی که تا این لحظه در دست ما هست. خب این سبب دیگرش. سبب سوم است و از همه اساسی شاید این است که همونطور گفتم حکومت قرقیزستان با مردمش نزدیکتر شد، مردمش را توانست در پهلوی خودش را بگیرد، جسارتش بیشتر شد و هر حکومت، هر پرزیدنت مردمش را در کنارش داشته باشد، اگر ضعیفترین دولت و کشور را رهبری کند، او قوی ترین موقع را خواهد داشت. زلنسکی کی است؟ زلنسکی یک کمیک، یک حالا به اصطلاح مسخره باز در صحنه بود. اصلا مسیحی نیست، یهودی تبار هست. اما چرا امروز قهرمان ملی اوکراین شده ایستاده است؟ یعنی همه پیشخند میزدن که این سیاستمدار نیست، این جوان هست، این از تصادفی است. اما چون با مردمش نزدیک است، درد دل مردمش رو میگوید. مردم اوکراین در پهلوی زلنسکی قرار گرفتند، در پهلوی یک اکتیار، در پهلوی یک یهودی تبار، یک جوان. و قدرت زلنسکی هم، جسارت زلنسکی هم از مردم اوکراین سرچشمه میگیرد و جعفرov هم طبیعی است که در این حالت قوی‌تر رفتار خواهد کرد، در صورتی که امام علی رحمان در کجا است؟ با مردمش چیکار کرده ایستاده است؟ پیشوا، خودش را پیشوا میداند، نیمی مردم مهاجر، نیمی دیگرش مخالف، نیمی دیگرش خائن و دشمن اعلام شده است. با مردم بدخشان
در جنگ و نبرد است. طبیعی است که در این حالت موقع قرقیزستان قوی‌تر خواهد بود.